به نام خدا. سلام میکنم به داوطلبان کنکور 1404 در گروه آزمایشی علوم انسانی. در این ویدیو تصمیم دارم 4 تا تست را از مبحث دنباله حسابی برای شما توضیح بدم. 4 تا تست از مبحث دنباله حسابی هستش که در کتاب 12 داشتید. ضمناً هر 4 تا سوال تقریبا شبیه به همدیگه هست، نکاتی که قرار ازشون استفاده کنیم در حل سوال. خب اولین تست رو بخونیم. مربوط است به سراسری 1404 اردیبهشت ماه. اگر مجموع جملات 11 و 19 یک دنباله خطی برابر 144 باشد، جمله 15 این دنباله کدام است؟ اول بدونید که دنباله خطی همون دنباله حسابی هست. تمام نکات و فرمول هایی که در مورد دنباله حسابی میدونید برای دنباله خطی هم قابل اجرا هستش. خب مجموع جملات 11 جمله 11 و جمله 19 مجموع اینها برابر شده با 144. از ما چی رو میخواد؟ جمله 15 رو میخواد. جمله 15. من این تست را با دو روش حل میکنم. یکی روش نکته‌ای و یکی هم روش غیر نکته‌ای. خب دقت داشته باشید که عدد 19 که در اینجا اومده اگه با 11 جمع کنم حاصل میشه عدد 30 و عدد 15 هم که اینجا آمده اگه با خودش جمع کنیم جواب میشه عدد 30. نکته این هستش که جمله 19 به اضافه جمله 11 می شود 2 برابر جمله 15. دقت کنید، نکته اینه 2 ضرب در 15 میشه 30. 19 هم اگه با 11 جمع کنیم جواب میشه عدد 30. پس این تساوی به عنوان نکته بلد باشید. خب در این سوال مجموع این دوتا مقدار رو به ما داده. جمله 19 و جمله 11 مجموع شده 144 برابر شده با 2 برابر جمله 15. از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که جمله 15 چی بوده؟ جمله 15 میشه 144 به روی 2. 144 رو اگه به 2 تقسیمش کنیم جواب میشه 72 و گزینه 3 جواب سوال ما خواهد بود. اما میتونیم این سوال رو با روش دیگری هم حل کنیم. من روش دوم رو هم بنویسم. در روش دوم نکته این هستش که ما میتونیم به جای جمله 11 بنویسیم A1 به اضافه 10D و به جای جمله 19 بنویسیم A1 به اضافه 18D. دقت کنید من این دوتا عدد رو از کجا آوردم؟ چطور میتونیم حفظشون کنیم؟ اگر عدد 1 را با این عدد 10 جمع کنید حاصل میشه 11. اگر اینجا عدد 1 را با 18 جمع کنیم حاصل میشه 19. خب پس این نکته رو توی دنباله حسابی بهش توجه داشته باشید که زیاد مورد استفاده قرار میگیره. خب من رو جمع میزنم. جمله 11 به اضافه جمله 19 مساوی با سمت چپ تساوی ها رو با هم جمع زدم. A11 رو با 19 جمع زدم. سمت راستم جمع میزنم. A1 اینجا دارید، A1 اینجا دارید. جمع این دوتا A1 میشه 2A1. 10D اینجا دارید، 18D هم اینجا دارید. جمع این دوتا میشه 28. 28 در نتیجه این مقدار رو یعنی مجموع جملات 11 و 19 رو در صورت سوال داریم میبینیم. عدد 144 است. بنویسیم
144 برابر با 2A1 به اضافه 28B. نتیجه عدد 144 زوج هست، 2 هم زوج هست، 28 هم زوج هست. من میخوام تمام این عددا رو به 2 تقسیم کنم. 144 رو به 2 تقسیم میکنم میشه 72. این عدد 2 رو به این عدد 2 تقسیم میکنم میشه 1. 28 رو به 2 تقسیم میکنم 14. نتیجه عدد 1 جمع کنیم با 14 مجموع این دو تا عدد میشه 15. پس آنچه که اینجا نوشته شده در واقع همون جمله 15 هستش. این جمله 15 هست. جمله 15 برابر با 72 همونی که صورت سوال از ما خواسته بود و گزینه 3 جواب سوال ما هست. اما بریم سراغ سوال دیگری تو این قسمت. این هم سوالی است مربوط به دنباله حسابی و سراسری انسانی 99. در یک دنباله حسابی مجموع جملات سوم، پنجم و 13 برابر 75 است. جمله هفتم را بیابید. جمله هفتم را از ما خواسته. خب اطلاعات داده شده چه چیزایی هستند؟ جمله سوم، پنجم و 13. مجموع این سه تا جمله به ما داده شده. خب من باز این رو با 2 روش حل میکنم. خب جمله سوم به اضافه جمله پنجم به اضافه جمله 13 برابر شده با 75. خب به جای جمله 13 مقدارش رو قرار میدم. به جای جمله سوم می‌نویسم A1 به اضافه 2D. 1 به اضافه 2 می شود 3. به جای جمله پنجم هم مقدارش رو قرار بدم. یعنی A1 به اضافه 4D. و به جای جمله 13 هم مقدارش رو قرار میدم. جمله 13 میشه A1 به اضافه 12D. دقت داشته باشید 1 جمع کنید با 12 13 به دست میاد. 1 رو جمع کنید با 4 5 به دست میاد. 1 رو با 2 جمع کنید 3 به دست میاد. خب این حاصلش طبق اطلاعات مسئله 75 است. حالا جمع بزنید. یه دونه A1 یه دونه A1 یه دونه A1 3 تا A1 داریم. دی ها رو بشماریم. 2 تا دی با 4 تا دی با 12 تا دی. این هم میشه 18 تا دی. برابر شده با 75. عدد 3 به 3 بخش‌پذیره. 18 هم به 3 بخش‌پذیره. 75 هم به 3 بخش‌پذیره. پس من تمام این عددها رو به 3 تقسیم میکنم. 3 رو به 3 تقسیم کنم میشه یه دونه A1. 18 رو به 3 تقسیم کنم میشه 6 تا دی. 75 هم به 3 تقسیم کنم میشه 25. اما A1 به اضافه 6 تا دی 1 با 6 اگه جمع کنید میشه 7. پس آنچه که اینجا به دست اومده در واقع A7 است. سمت راست هم که 25 داریم. پس جمله هفتم می شود 25. خب از من جمله هفتم خواسته بود. پس گزینه 3 جواب است. اما راه دیگری هم واسه حل این تست وجود داره. اینم بهتون بگم. در راه دوم خب ما بازم اطلاعات سوال رو بنویسیم. A3 A5 و A13 برابر شده با 75. خب
در صورت سوال از شما A7 رو خواستن، پس من سعی میکنم به تعداد زیادی از جمله هفتم استفاده کنم. یعنی چی؟ یعنی به جای A3 یک چیزی بنویسم که توش A7 باشه. بنویسم A7 منهای 4B. دقت کنید، 7 منهای 4 عدد 3 به دست میاد. به جای A5 بنویسم A7 منهای 2D. 7 منهای 2 5 به دست میاد. و به جای A13 بنویسم A7 این دفعه به اضافه 6D. چون که 7 جمع کنیم با 6 13 به دست میاد. این برابر شده با 75. حالا محاسبات رو انجام میدم. منفی 4D با منفی 2 میشه منفی 6 منفی 6 با مثبت 6 قرینه اصلا خط میخورن. پس من میتونم اینا رو خط بزنم. منفی 4 با منفی 2 میشه منفی 6 با مثبت 6 خط میخوره. خب A7 ها رو بشماریم. یه دونه A7 با یه دونه A7 با یه دونه A7 میشه 3 تا A7. 3 تا A7 شده 75. پس A7 باید بشه 25. این هم دومین روش. بریم سراغ تست بعدی. خب مربوط است به سراسری انسانی 401 ماه. اگر جمله اول و پنجم یک دنباله حسابی به ترتیب 3 و 11 باشد، جمله دهم را بیابید. خب جمله دهم که از شما خواسته، طبق توضیحاتی که دادم میشه A1 به اضافه 9D 1 به اضافه 9 میشود 10. من تو این سوال جمله اول رو دارم. جمله اول 3 هسته. پس من میتونم به جای A1 هم مقدارش رو بنویسم. A1 3 هست به اضافه 9 ضرب در D. فقط من کافیه که در این سوال مقدار D رو به دست بیارم. خب باز واسه به دست آوردن مقدار D هم نکته داریم. اگه میخوای D رو به دست بیاری در دنباله حسابی، راهش اینه. خب جمله اول عدد 3، جمله پنجم عدد 11. 1 و 5 رو پایین بنویسید. عدد 1 و عدد 5 رو پایین بنویسید، بینشون منها بگذارید. عدد 11 و عدد 3 رو بالا بنویسید، بینشون منها بگذارید. من در اینجا 4 تا عدد میبینم دیگه. 1 5 3 11. این 4 تا عدد رو با این توضیحاتی که دادم اینجا قرارش دادم. در صورتی که هست 8 رو داریم، پایین هم 4 داریم. پس جواب میشه عدد 2. و 2 رو من قرارش میدم اینجا. مقدار B به دست اومد عدد 2. حالا محاسبات رو انجام میدیم. 9 ضرب در 2 18. 18 با 3 21. 21 رو در گزینه ها داریم. گزینه 1 شد جواب سوال. اما تست بعدی همونطور که میبینید تست ها همه مربوط به دنباله حسابی هستند و تقریبا همه رو داریم با یک روش حل کنیم. در یک دنباله حسابی مجموع جملات سوم و 28 از جمله پنجم 61 واحد بیشتر است. جمله 26 این دنباله کدام است؟ دنباله یک دنباله حسابی است. سراسری انسانی 403. خب در این قسمت دانش آموز باید بتونه
این جمله فارسی را به صورت یک معادله تساوی ریاضی بنویسید. خب مجموع جملات سوم و 28م، ببینید مجموع جملات سوم و 28م از جمله پنجم 61 واحد بیشتر است. یعنی من بایستی به جمله پنجم 61 واحد اضافه کنم تا برسم به مجموع جملات سوم و 28. این معادله در واقع مدل ریاضی این جمله است. این جمله فارسی معادل ریاضیش اینه. اما جمله 26م رو از من خواسته. من باز این سوال رو با دو روش حل میکنم. خب روش اول، به جای A3 می نویسم A1 به اضافه 2D. 1 به اضافه 2 می شود 3. به جای A28 می نویسم A1 به اضافه 27. سمت راست هم به جای A5 می نویسم A1 به اضافه 4D به اضافه 61. محاسباتمون انجام بدیم. اول شما میتونید A1 را دو طرف خط بزنید. بالاخره در ریاضیات ما میتونیم مقادیر مساوی را دو طرف خط بزنید. A1 رو با A1 خط میزنم. بشماریم 2 تا دی با 27 داریم. 29 تا دی داریم و یه دونه A1 هم اینجا داریم. حتما خورده. این برابر است با 4 دی به اضافه 61. اگر این 4D رو به سمت چپ انتقالش بدیم میشه A1 به اضافه 29D منهای 4D. این شده 60. خب این عبارت سمت چپ تساوی رو یه محاسبش کنیم میشه A1 به اضافه 29 منهای 4 میشه 25. این شده 60. اما 1 به اضافه 25 میشه 26 و اتفاقا از ما جمله 26م رو هم خواسته. پس این عبارت همون جمله 26م هست. پس جمله 26م برابر با 61. شما در گزینه هامون 61 رو دارید. اما روش دیگری برای حل این مسئله، خب من همون عبارتی که در قسمت قبل نوشتم بازم بنویسم A3 به اضافه A28 برابر شده با A5 به اضافه 61. خب در این سوال چون جمله 26م از شما خواسته، پس سعی کنید جمله سوم را بر حسب جمله 26م بنویسیم. به این شکل بنویسیم جمله 26م منهای 23. 26 منهای 23 میشه عدد 3. به جای 28 هم بنویسم 26 جمله 26م به اضافه 2. به جای جمله پنجم هم بنویسم جمله 26م منهای 21. دقت کنید 26 منهای 21 میشه عدد 5. خب یه 61 هم داریم اونم بنویسیم. حالا محاسباتمون رو انجام بدیم.
یه دونه A26 با یه دونه A26 اینجا داریم، یه دونه اینجا داریم، اینو خط میزنم دو تا رو. A26 در دو طرف خط میزنم. پس برای من باقی میمونه یه A26. اینجا هم منفی 23 دی با مثبت 2 تا دی. حاصل این دو تا حاصلش میشه چی؟ میشه منفی 21 دی. یه منفی 21 سمت چپ داریم، یه منفی 21 سمت راست داریم. بازم ما میتونیم اینا رو خط بزنیم. منفی 21 با این خط بخوره، آنچه که برای ما باقی میمونه از 61 هست در سمت راست. از جمله 26 میشه 61 که قبلا هم که گفتیم که میشه گزینه 2. با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان عزیز در رشته علوم انسانی.